30 سال می شود که در محیط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان ارز هستی دارد. با این مناسبت در شهر ترسونزاده با اشتراک فعالان، سابقه‌داران حزب و جوانان چاره‌بینی تانتانوی برگزار گردید. ضمن برگزاری همایش تاکید گردید که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان زیر راهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در طول 30 سال فعالیت خود برای تحکیم و پایداری صلح و وحدت سرتاسری، رشد و پیشرفت جامعه و ترغیب و تشویق غایه‌های دولتداری ملی سهم باسزا گذاشته. توسط تطبیق برنامه‌های گوناگون ساحوی سطح نیکواحوالی ساکنان به تدریج بالا برده شد. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در سالهای اول صاحب استقلالی مملکت تأسیس یافته در رشد دولتداری ملی، انکشاف با سرعت و استوار اقتصادی، بنیاد دولت صاحب اختیار دموکراتی، حقوقی، دنیوی، یگانه و سمت اجتماعی داشته که محک اساسی فعالیت این حزب می باشد، نقش سازنده خود را می گذارد. این است که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان ساختار کامل و شیوه فعالیت به خود خاص را دارا بوده، جهت بلند برداشتن حس افتخار وطنداری و اصالت ملی، تامین رضایت جامعه به حل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط جلب شهروندان عملی گردانیده می شود. گفته شد که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان یکی از حزب‌های با نفوذترین سیاسی جمهوری به شمار رفته، مقصد و مرامش با خلق بودن است. در انجام چاره‌بینی به چند از اعضایان نو شهادتنامه حزبی در وضعیت تانتانوی تقدیم گردیده، همزمان جهت فعالیت باثمر و تطبیق سیاست دولتی، اینچنین سهم ارزنده گذاشتن در کارهای جمعیتی و به مناسبت 30 سالگی تأسیسیابی حزب چند از فعالان با سپاسنامه‌های کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان قدردانی شدند.